سلام. وقتی شما در مکتب می‌خوندید کارمند ملیسا یا مفتش آمده وقتی درس کاری معلم شما را تفتیش می‌کرد؟ حالا این کار هست و آموزگاران را ناراحت و عصبانی کرده است که ناظر ملیسا که هیچ چیز درباره شیوه درس و تعلیم نمی‌داند آمده روزنامه آنها را تفتیش می‌کند. رادیو آزادی همین هفته گزارش را درباره این مسئله داشت و تشکر زیاد به هر یک شما که درباره آن نظر دادید و گفتید که کاری درست است یا نه. بحث هنوز هم ادامه دارد و می‌بینیم که مردم درباره رفتار مفتشان و ملیساها و در مکتب‌ها مهمان شدنشان چی میگویند. از شرح کاربری آغاز میکنیم که خود را حقبین نامیده و گفته است این رفتار کارمندان حفظ حقوق از ندانستن حقوق خودشان شهادت می‌دهد. ادامه شرحش چنین است: اگر با آموزگار هم حقوق سنجیدن کار حامیان حقوق را بدهید می‌بینید چی می‌شود. وای بر حال آنها. درس آموزگار را بعد از آغازیان یگان کس حقی خلل‌دار کردن ندارد. در ساختار جامعه ما به این گونه منصبداران بی‌صلاحیت حقوق زیاد داده شده است که این نشانه بدبختی جامعه شهروندی است. این نظر را کاربران دیگر دارند که گفتند تفتیش درس معلم کار ناظران وزارت معارف است، نه کسی دیگر، و آمدن ناظر منطقوی ملیسا و مفتش به درس هیچ جای نوشته نشده است. شرح کاربری را می‌خوانیم که خود را عالم معرفی کرده است. در دوره شوروی مکتب را بغیر از اداره معارف دیگر مقامات نمی‌سنجید. حالا همچنین است. پروکورور کار مکتب، معارف، تیپ، ساختار و بوغالتری را از کجا می‌فهمد؟ همه چنین سنجش‌ها موقع پروکراتور را نشان دادن و فکری کیسه است. مطلقاً غیر قانونی است و چنین حق ندارند. واقعاً یک نماینده دادستانی در بدخشان به خبرنگاری رادیو آزادی گفته است که اگر معلم سری وقت به درس نآید، کنسپکتش را آماده نکند، ما چاره نبینیم که چاره می‌اندیشد. در مراجعت به این نماینده دادستانی یکی از کاربران وبسایت ما گفته است که دادستانی با این کارش رهبران دو کشور را در حیرت گذاشت. او چنین می‌نویسد: من در عمر خود نفهمیدم که پروکورور به مکتب میانه رفته روند درس و تعلیم و تدریس را نظارت کند و معلم را تحت استنطاق قرار دهد. سطح دانش و ملکه استاد را تنها اداره معارف سنجش و معین کرده می‌تواند. حتی قربانگلی بردی محمد و کیم چن اون از این عمل پروکراتور ژنرالی تاجیکستان در حیرت افتادند. ظاهراً آمدن ناظر ملیسا یا مفتش به درس و تفتیش کار معلمان در همه جای تاجیکستان هست که کاربران زیادی نوشتند شاهد این گونه رفتار نمایندگان دادستانی و ناظران منطقوی ملیسا شدند. یک شرح را می‌خوانیم که کاربر با نام حقیقت در وبسایت رادیو آزادی گذاشته است. در مکتب‌های ما نیز چنین هست. ملیسا به مکتب می‌آید، به اجازه معلم به درس می‌دراید و بچه‌ها با زبان قبیح سخن می‌کند، گویا همه آنها دختر و پسر جنایتکار باشند. معلم درس را پرتافته بازیچه دست ملیسا و دادستان می‌شود. گروهی از کاربران دیگر گفتند تفتیش‌های ناگهانی کار آموزگاران هنگام درس در تاجیکستان را برای سوء استفاده از مقام و طمع‌جویی و رشوه‌خواری باز کرده است. شرح کاربری را همراه می‌خوانیم که خود را وطندار معرفی کرده است. شرم کنید، معلم بیچاره 1000 سامانی معاش می‌گیرد، باز شما همان را کنده خوردنی هستید. زندگی معلمان را با زندگی پروکورور و مفتشان مقایسه کنید. معلم دوچرخه ندارد. شما دو سه تایی خانه در دوشنبه، دو سه ماشین 15 تا 20 هزار دلاری دارید. روید کمیته امنیت، کمیته انداز، وزارت کارهای داخلی و گمرک را تفتیش کنید که چی کار میکنند. واقعا خوشحال میشویم اگر شما هم نظر و اندیشه های خود را در این باره به ما نویسید یا در ویدیو ثبت کنید و به همین تلفنی که میبینید بفرستید به هر وسیله که میخواهید: واتساپ، وایبر، تلگرام و یا ایما. وبسایت ما هم جای دیدن و فرستادن ویدیوها را نیز دارد. حتما نویسید. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.